سوال 36. مرتبه سیوم دین چیست؟ مرتبه یکم اسلام بود، مرتبه دوم ایمان بود، اما مرتبه سیوم اسلام چیست؟ جواب: مرتبه سوم اسلام این احسان است. این احسان است و احسان باشد یک رکن اساسی دارد. عبادت الله را عبادت کنی گویا که تو او را میبینی. اگر چه تو او را نمیبینی پس او سبحانه و تعالی تو را میبیند. و دلیل آن حدیث جبرائیل علیه السلام است. وقتی که پرسید که احسان چیست، پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلم که ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان این است که الله را عبادت نمایی همچنین که گویا تو او را میبینی. اگر چه تو او را نبینی پس او حتما تو را میبیند. روایت مسلم است. پس احسان این اخلاص با حضور قلب، اخلاص و حضور قلب در عبادت معنی اساسی احسان است. همچنین الله سبحانه و تعالی را عبادت نمایی که تو او را میبینی. اگر تو او را نمیبینی پس یقین داشته باشی که حتما این نمازی که برای الله انجام میدهی تو را دیده ایستاده است. این مرتبه احسان است. احسان مرتبه بالاترین است، از ایمان بالاتر است. گفتم مسلمان شخص است که لا اله الا الله میگوید، نماز میگذارد، عملهای ظاهری اسلام را انجام میدهد و چیزی از شکننده‌های اسلام را انجام نمیدهد و این مسلمان گفته می شود. اما مؤمن درجهش از این بالاتر است. الله ما را از این درجات دوم و سوم قرار بدهد. مسلمان زیاد هستند اما مؤمنان باز کمتر هستند، چون مؤمن کسی است که مجرد لا اله الا الله را میگوید، نماز میخواند، ارکان اسلام را خوب به جا میآورد، ارکان ایمان را خوب به جا میآورد، تسلیم است، علاوه بر این از گناهان دوری میجوید، از گناهان کبیره دوری میجوید، گناهی را انجام نمیدهد و این مؤمن است. اما محسن باشد، احسانکار، درجات این با از درجات مؤمن در بالاتر است. احسان کسی است که وای شرطهای اولی اسلام را و ایمان را انجام میدهد اما عملهای خیرش بیشتر است. مثلا نمازهای فرضی را که انجام میدهد باز نمازهای سنت نافله بیشتر میخواند. روزه را که میگیرد، روزه فریضه را باز علاوه بر این با کارهای خیر با روزهای نافله دارد. یعنی که کارهای نیک بسیار دارد. هر چیزی که نیک است آنها را انجام میدهد. اما مؤمن گاه تقصیری ها هم دارد. اما مسلمان باشد تقصیری های خیلی زیادی دارد، کوتاهی های خیلی زیادی دارد نسبت امرهای الهی سبحانه و تعالی.